اما سرمایه در یک طرف تکیه نشود. در اینجا مسئله عشر است، زکات است. حتی مردمی درمانده حق داره غیر از زکات و عشر که بسرش صدقه شود. کسایی که بی بضاعت است، کسایی که دسترسی به کسب کار نداره، باید اونما تمیل شود. از او خاطر یک نوع تعادل در زندگی اقتصادی انسان ها نگاه شود. اینطور نشود که یک طرف سرمایه لول بخوره و یک طرف مردم بیخی نعوذ بالله محروم باشه. این کار نباشه. اینی تفاوت ها را الله متعال برای پیشرفت زندگی انسان ها پیدا کرده، نمیشه که با هم برابر شود. اگرچه موضوع آیت خویی نبوده، موضوع آیت بر رد اونموک بود که کسایی که با الله شریک مخلوق شریک میسازه، مثل نمیسته که یک کسی غلاما را قطیبادارش ده همه تصرفات و سرمایه شریک بسازه و در این کار هیچ کسی آماده نیست، خودش آماده نیست. پس چطور شده میتونه که به الله نعوذ بالله شریک جور میکنه؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنینا. الله نعمتای خدا پیش میکنه، این کلش الله متعال به حکمت خود برای ما و شما گردانیده. من انفسکم دو معنا داره. از نفستان، مراد از نفس اینجا جنس است. جنس چی معنا؟ جعل لکم من انفسکم گردانیده از جنس شما ازواجا جفت و جوریتانه که تمام نیازها و خواهشات از او مثل تواره باشه، یکی از دیگه اطلاع و با خبر باشه. از همون خاطر است که شوهر باید خواهشات زن سیاست خود بدانه و زن خواهشات شوهر خود بدانه. چرا؟ از یک جنس هستند. کدام نیازی که او داره او هم داره. از همون خاطر اگر نیازی تو بری تو نمیرسه چقدر در ضد میشی، اینمی قسم هم در ضد میشه. الله متعال برای پیشرفت زندگی همی دو جنس پیدا کرده، لیکن وقت زندگی درست میشه که بسیار مطلع یا هوشیار باشه، زمانی که خواسته های اردو جانب به هر کدام معلوم باشه که این امروز اینمی سیاست ضرورت به ای داره کالا خریده شود، ضرورت به ای داره که باید اینی قسم طعام برش آورده شود، امور باید برش مهیا بسازه. و اینمی قسم سیاست بدانه که شوهر امروز خیلی خسته است، ما باید قطش کلام در مورد دیگه تکلیفا گپ نزنم، بلکه اول خوب خوش آمدید کنم، چای و گپا را تیار کنم، بعد از او که خوب راحت شد، کمی خستگیش از بین رفت، بعد از یک موضوع دیگر قطش شریک بسازم. سیاسترایی که کمی نادان است، به جای از که قبل از او استقبال از او را بکنه او مانده و زله می باشه، در خانه ناداخل شده گپا برش پیش میکنه، او هم دیگه اساسیت یکی دوی سه این روزا این تورال است، این تورال است که هیچ پرسان نکو. در دو سه روز یک برادر از قندوز زنگ زده رایسته که اینطور گپ شده. من گفتم پیش مولوی صاحبایتان رجوع بکنیم. میگه مولوی صاحب اینطور میگه. من لا اقل دلیل خاص پیش طلب کن. حلاله را میگه. من گفتم دلیل از پیش میگی؟ تو یک مسلمان هستی، آدمی فهمیده هم هستی، از پیش دلیل طلب بکن که چطور صیغه که اهل تشیع میکنه شما حرام برش میگه، برای یک ماه دو ماه دو عقد نکاح میشه، محرم تعیین میشه و معلوم هم میشه به مردم، اما علاله یک شبه شما این حرام نیسته؟ این عجیب است. کدام نظام است؟ کدام اسلام است؟ لاقل این را من گفتم به خاطر برات میگم که تو یک دفعه دماغت بیلا شوه که دین چی را میگه. دین عبارت از اینمی گپاست که هر کس فتوا از جان خود بده، یعنی سند و دلیل پیش بکنه. تعجب است. مشکل اینمیجه است که نه مردا به او پیمانه معلومات کافی در مورد خواسته های ضرورت های زنا داره و نه زنا امو ضرورت های مردا را در نظر بگیره حالاتشه. از امو خاطر است الله متعال که از یک جنس پیدا کرده به خاطری که یکی از دیگه اطلاع داشته باشه، حالات و خاصیاتش معلوم کرده باشه. من انفسکم از او خاطر میه. یا دوم معنا والله جعل لكم من انفسکم ازواجا، الله گردانیده برای شما از نفسای خودتان جفت و جوره را برای حفظ شرافت انسانیتان و کمال مؤانست و الفت که در بینتان پیدا شوه، از جنس خودتان جوره و جفتتان گردانیده. انسان است امو رقم که تو چیسته کمال و شرافت داری او هم داره، اینمی قسم که تو قدر و منزلت داری او هم داره. از امو خاطر تفاوت در نفس انسانیت و بشریت در بین زن و مرد قطعا وجود نداره. و جعل لكم من ازواجكم بنین، گردانیده برای شما من ازواجكم از جفت و جوریتان بنین اولاداره. اینجا نسبت اولاد به مادرها کرده نه برای پدر. چرا؟ آنقدر تکلیف و مشقتی که مادر میکشه، پدر خود تنها یک نطفه بود که او قدر ارزش نداشت، انتقال پیدا کرد، اما دیگه مراحل تکلیفی و مراحل ساخته شدن جنین در شکم مادر صورت میگیره و بعد از او که در دنیا میاره چقدر عمر
که مادر قطعی سر و کار داره و این را تربیه میکنه. از او خاطر الله متعال در اینجا تنها با مادرها چی کرده؟ و جعل لکم من ازواجکم، گردانیده است یا سرای شما، بنین اولادارا و حفدتن، نبیره و خدمت گزارارا. اینی چرا؟ و رزقکم من الطیبات، شما را اینی قسم سیاسرار الله پیدا کرده براتان، باز از او اولاد، از او نبیره که نوع انسانی باقی بمانه. نوع انسانی به این سیستم نسلش باقی مانده رایسته. اینمی چیستا قانون الله متعال است که در بین نسل انسانی ایجاد کرده و اینمی دوام داره. امی قسم برای بقای فرد شما و رزقکم من الطیبات، شما را روزی داده از هر نوع چیزای پاکیزه و حلال برای بقای وجود خودتان. الله متعال چه انتظامی عجیبی برای شما کرده. پس چطور شده میتونه که شما را برای بقای وجودتان هم رزق الله داده، شما را هم الله پیدا کرده، سیاسرار هم الله پیدا کرده، این را سبب الفت و مؤانست برای زندگیتان گردانیده، بازی سبب بقای نوع انسانی میشه، کلش الله کرده، لیکن باز هم سجده به غیر الله شود. افا بالباطل یؤمنون، آیا به باطل یا ایمان داره؟ بتای خود ساخته را نعوذ بالله به سرنوشتاز خود قرار داده، تمام نفع و ضرر خود از اون ناحیه میدانه. و به نعمت الله هم یکفرون، به نعمت الله یا انکار میکنه. این نعمت های الله را هیچ نادیده میگیره. این نعمت ها را کی برش داده بود؟ بسیار سخت است. قرآن کریم موضوع توحید الله متعال الله آنقدر به پهلو بیان میکنه که یک پهلو را نمیمانه، به خاطر ازی که مؤمن بیدار شود. توحید، عقیده توحید یک تا پرستی در قلبش خوب جاگزین و مستحکم شود. از این خاطر میگه این کلش نعمتای بزرگ الله متعال است. از آیت برای ما واضح شد حفاظت شرافت انسانی، عزت انسانی توسط جوره و جفتش میشه. بدون جوره و جفت شرافت انسانی باقی نمیمانه. اما کدام جوره و جفت؟ همونطور حیوانات داره گاهی یک جا شود و گاهی با هم جدا باشن؟ نه، یک نوع تضامن و تعهد بین اردو مستحکم باقی باشه که هر کدام وفادار به دیگری باشه برای ادای مسئولیت خیش. عقد ازدواج یا عقد نکاحی که در اسلام است، اینمی تضامن و اینمی تعهد یکی با دیگر میدن. از همون خاطر است که این رشته به هیچ وجه باید قطع نشوه، کنده نشوه. طلاق الله متعال در مراحل خیلی بعید قرار داده که طلاق واقع شوه. در غیر از یک پیوند ناگسستنی است که الله متعال ایره بنیادش از تو شروع میکنه، اما آینده نسلها الله متعال یک نوع رابطه از تو پیدا شده و همونطور پیش میره. خب افسوس است که سری معنا و مفهوم امی عقد و امی مسئله زواج بسیار مردمایی که توی میکنه حتی چی حقیقتی گپ نمیدانه. اکثر مردم فکر میکنه نعوذ بالله عقد نکاح فقط برای پورا کردن بعضی خواهشات است، خیر و خلاص، نه التزام مسئولیت سری خود داره و نه در متوجه گپا می باشه، فقط هدف خود پیش میبره. دیگه زن من حیث یک نعوذ بالله خدمتگار هم برش سعی نمیکنه. افسوس است که در جامعه ما این گپا خیلی زیاد است. علتش هم است که دوری از قرآن کریم شده. افا بالباطل، آیا به باطل یؤمنون، ایمان داره؟ نعوذ بالله باور به این داره چیزی که باطل است، سند نداره. باطل چیزی بی اساس میگه، سند نداشته باشه. و به نعمت الله هم یکفرون، به نعمت الله هم ناسپاسی میکنه. این نعمت های الله را نادیده میگیره. شکرگزاری نعمت چیست؟ تقاضایش است که انسان دیگه هم پابند نظام الله شود که یا الله تو برای حفاظت نسل ما، تو برای حفاظت عزت ما چی یک قانون چیست نقی و قانون منظم جور کرده؟ مسئله نکاح، عقد نکاح کلش قانون الهی است. انسان باید شکرگزاری از این بکنه، بسیار از الله خود راضی باشه که الله متعال این انتظام و بندوبست برای دوام زندگیش کرده. اما انسان است که نمی دوام زندگی خود به گپی خیل چی را عادی از بین میبره. و یعبدون من دون الله، یا عبادت میکنه غیر از الله موتور معبوداره به زعم خودشان. لا یملک لهم رزقا، که در اختیار نداره برایشان رزق. من السماوات، از طرف آسمان، و الارض، از زمین، شیئا چیزی را. نه باریدن باران در اختیارشان است، نه رویدن در کدام گیاه و میوه، هیچ کدام چیز هم در اختیارشان نیست. باز عبادتی از یارا میکنه. ولا یستطیعون، نه تنها که مالک اختیار نداره، توان و طاقتش هم نداره، حتی قوتش در موجود نیست. فلا تضربوا لله الامثال، بله یا عبادتی طور چیزا را میکنه. امروز مسلمانان را بگوی به کتابی که عقیده داره قرآن خبرتان میگه
کسایی که مالک نفع و ضرر تان نیست که نه روزی از بالا داده میتونه نه از پایین. پیغمبرم روزی داده نمیتونه، ولی داده نمیتونه، بازم شما او را معبود قرار داده، سجده برش میکنی، نظر بنامش میکنی. باز چی میگه؟ شبهه پیدا میشه ما خو خیلی گناهگار دور هستیم از رحمت الله، چرا که معرفت ما خیلی کامل به امرای الله نیست، بسیار کوتاهی و قصور و گناه داریم، از او خاطر ما یک وسیله پیش میکنیم یا خو خیلی بندگانی نزدیک الله متعال است. الله متعال میگه ای بدبخت، الله را تو چقدر متشبه هستی، عقیده تشبه در قلبت جا گرفته، از او خاطر فکر میکنی که الله به مثل پاچای داود چیست دنیاست. از او خاطر امروز اینمی بدبختا ملاها دور از ملاهای حقانی مردم به وسیله چیست میگه زوات فاضله را وسیله بگیره. چرا؟ مردم عوام چی طور میگه در پاچا که میری بی واسطه رفته میتونی، با سکرترش میری وقت از پیش میگیری، نفر واسطه پیدا میکنی که برای تو وقت بگیره، بازبور قطی پاچا ملاقات بکنی. او بدبخت الله لعنت سرت نمیکنه. تو نظام الله را قیاس سر یک نظام محدودی، یک پاچای عاجز که هر لحظه دربی دروازه موره یک دفعه بالا میکنه، از جایش میترسه. نعوذ بالله الله را مشابه یک مخلوق میکنی. اللهی که برات میگه من قریب هستم، اللهی که برات میگه شب و روز دروازه ما باز است، اللهی که از هیچ کس حراسی نداره، الله را با یا برابر میکنی. پاچایی از زور نظام از زور به دنیا تشبیه میدی، بسیار سخت است. الله میگه فلا تضربوا لله الامثال، بیان نکنی برای الله مثال را مثل پادشاهای دنیا واره. چرا؟ پادشاه دنیا خود تو که برش میرسی به خاطر میرسی که پادشاه دنیا ظالم تو خبر نداره، در حق ظلم شده، ظالم سر ظلم کرده، حق تلف شده یا برات چیزی داده نشده، آلی بازخواستی دما تحت نمیکنه، بعد از تو میری در پادشاه رای تا پیدا میکنی که ظلمم دفع شوه. یک پادشاه بیچاره عاجز نیسته، در ارگ نشسته است، لیکن او طرف دیواله خبر نداره که چی گپا صورت میگیره، از همون خاطر است که کامراها و بگوی نیروها و هر طرف پلیسا همه طور دقیق است که اونجا پرنده هم پر میزنه، سعی میکنه که در پایش کدام چیز آویزان است یا نه. اونجا الله متعال خی طور نیسته. شما اینطور الله را عاجز فکر میکنی. بدبختا این بسیار ظلم صریح است. این مردم ها سخت جفا میکنه به خاطر که الله را آنقدر حقیر، آنقدر عاجز، ناتوان، بی علم. پاچا خود از سری تو علم نداره، پاچا خود کاری خود بدون والی بدون ولسوال نمیتونه، دور دست است، از حالی از و خبر نداره، قضاوتش یک دفعی نمیتونه، هیچ چیز برش معلومات نیسته. الله امید قسم است. نعوذ بالله. از او خاطر الله میگه فلا تضربوا لله الامثال، شما بیان نکنی برای الله مثالا را. چرا؟ ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میدانه مشکلات، حاجات، تکلیفا را، نزدیکی را، دوری را، همه چیزا را، و انتم لا تعلمون، شما نمیدانی. از او خاطر پادشاه دنیا مجبور است تدابیری چیست ظاهری را بکنه، تدابیری طبیعی را برای خود بگیره، اما الله متعال به این نیاز نداره. حالا هر چیز میبینه، مشکل تو را، حاجت تو را به اسباب وسایل پوره کرده میتونه، او متصرف کامل است. پس از او خاطر این رد شد، این قمچین پخته است در حق، در فرق سر ملا در سر منبری گپا را بیان میکنه برای عوام. شما ببینید قرآن میگه نگوی، یه را میگه متشبهه. در مورد صفات الله متعال فرقه ها متنوع است. معطله، کسایی که نعوذ بالله میگه الله یکی است، پس اگر ما صفت برای ثابت کنیم دوتا میشه، الله با وحدانیتش از بین میره. خیر کدام صفت که برای الله ثابت میشه را نفی میکنیم، نه معطل میسازیم به خاطر که تعدد نبیه. و بدبخت یک آدم هم عالم است، هم نجار است، یک نفر است، هم مختلف صفت ها داره، توسط یزی خود تعدد نمیه. و بدبخت چرا اینا نفی میکنی؟ دوم باز چی میگه؟ نه الله را مشابه به مخلوق بسازیم. اگر الله سر عرش نشسته است مثل انسان باشه، اگر نزول میکنه مثل انسان، اگر پای برش ثابت میشه مثل انسان، اگر دست برش ثابت میشه مثل انسان، اینی را متشبهه میگه. یا میگه که نعوذ بالله الله مثل مخلوق است، او الله مثل مخلوق نیست. کسی که تاویل در صفات میکنه در قلب از یام یک نوع چی است؟ عقیده تشبیه است. به خاطر که میگه تشبیه الله با امر مخلوق نبیه، در صفات چی میکنه؟ تاویل میکنه. یا در حقیقت در قلبشان عقیده تشبیه وجود داره. اگر عقیده تشبیه وجود نداره چرا تاویل میکنی؟ الله را چرا قیاس سری مخلوق میکنی؟ وای الله دست داره، نه مثل دستی ما محتاج به دست هستیم به خوردن، الله اینطور دست نداره. همون رقم که لایق شان کیسته؟
الله متعال است. پس این آیت رد صریح است بالای اون مردمایی که اینمی طور میگه که نه ما گناهگار هستیم واسطه بکار است. و الله برات میگه ادعونی استجب لکم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. وقتی از من طلب بکنه، باز که وسیله طلب بکنه، بله وسیله بکار است. کدام وسیله؟ که الله برات فرمان داده. او وسیله وسیله است که تو را به الله نزدیک میکنه، طاعت و عبادت الله را میکنی، عمل صالح، ایمان، عاجزیت، این همش یک چیز است. اما ذوات دیگر عبادت او کرده، قرب او پیدا کرده، باز تو خود جنایتکار هستی، تو خود گناهکار هستی. در عبادت از او مرا چی؟ عجیب است. این تعجب کار است. ملاها زده را استسری نمیگه پا. من 2 روز بعد 3 روز بعد یک زنگ میاد ما در وسیله قطعت مناظره داریم. هیچ مناظره ندارم. چی کنم وسیله مناظره؟ برو از اون قبر طلب کرده، برو، ما از الله طلب میکنیم، هیچ ضرورت نداریم. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا. بله الله باز بیان میکنه به خاطر که عقیده توحید خیلی واضح شوه. شرک الله تمثیل میکنه. مؤمن و مشرک با هم فرق داره، بسیار تمیزو چیست تفاوتی داره. ضرب الله مثلا الله بیان میکنه مثال برای مؤمن و مشرک، موحد و مشرک. عبدا بیان میکنه مثال یک فرض که یک غلام مملوکن که او مملوک باشه، یعنی ملک یک آدم باشه، لا یقدر علی شیء قدرت نداره بالای چیزی بدون اجازه مولا. هر نوع تصرفی که میکنه، پیداگری چیستا کلش برای مولاست. و من رزقناه منا رزقا حسنا و من کسی را که ما روزی دادیم از جانب خود رزقی حسنه، همه چیزش مهیا، علمی کامل، عقل کامل و چیستا آزاد است، حر است، هر نوع تصرف کرده میتونه، مال دارایی اما امکانات قطعش موجود است. فهو ينفق منه سرا، پسی مصرف میکنه از زمین رزقی که الله میگه ما برش دادیم، پنهان و جهرا، آشکارا. اینطور نیست که کدام مانع موجود باشه. آیا یک غلامی که هیچ چیزم قدرت نداشت، مملوکی کسی دیگری بود، دستایش مکمل بسته شدگی، آیا اوی با یک آدمی آزاد، هوشمند، عاقل، همه امکانات در دستش، نه تنها که برای خود استفاده میکنه با مردم هم میرسانه، این هر دو برابر است؟ هل یستوون، آیا این هر دو برابر هستند؟ اینطور مردم ها با هم برابر است؟ قطعا برابر شده نمیتونه. پس زمانی که اینجا مملوکی مجازی با یک آدمی حر برابر نیست که آزاد باشه، شما چه قسم نعوذ بالله مشرک قط موحد برابر میکنید؟ مشرک خود بند کرده. چرا بند کرده؟ با دسته خود بند کرده. تای بندی کیست؟ بگه میراشم آقا، تای بندی سخی صاحب است. حالی تای بندا وجود داره؟ اولادا خود باقی مونده یا نه؟ یا کلش هلاک شده میره؟ بندا از بین رفت، اولادا زیاد شده رفت. سابق از نفر سوال میکردی چند اولاد داری؟ 2 3. حالی که سوال میکنی 13 14. چند سال تویت میشه؟ 8 سال. در سال 2 مرتبه اولاد میاره. نه بندی آغاست نه بندی ایشان، هیچ کدامش نیست. نه چوبی آخونزاده است نه میازاده، ولی اولادا خیلی زیاد است. سابق اونطور نبود. اوه بندش پخته نشده. این قدیر برش بیار. قدیر از کجا بیار؟ عجیب دوران مردم تیر کرده. عجیب. الله رحم بکنه، شکر الله را زیاد بکشه که قرآن در جامعه آمد، نشر شد، عقیده صحیحه به مردم بیان کرد، وگرنه مردم تباه بود. تباه. الا زن در حالت ولادت در شفاخانه نمی رفتن. طرفی کی؟ آقا دوی درایی بود. الا اگر طفلک یک کمی گریان میکرد، باز سعی میکردی که در کجا رفت. همشیره ما گریان میکرد، مرا والدیم روان کرد پیش یک آقا صاحب که رفتم، گفت بچه‌م یک دانه خاپس خروسی سفید بیار. چی میکنی آقا صاحب؟ خورد بودم کتابی فقه را میخواند، خونه در اونجا نجس گفته بود، گفتی را باز تاویز نوشته میکنه. من گفتم در دل گفتم که به خون نجس آیت قرآن نوشته شوی خو کفر است. کتاب موجود است، فتاوا را بکشه، فتاوای شامی را بکشه، قاضی خان را بکشه، میگه کسی که قرآن به خون به خاطر استشفا نوشته میکنه جایز است. ما چطور هر گپی هر عالم بپذیریم؟ با چیزی نجس قرآن نوشته کردن کفر است. بری با پیشاب گفته درست است. نعوذ بالله. ما چطور هر مسئله هر گپ ما قبول کنیم؟ و ما این گپی امام ابو حنیفه رحمه الله نیست، این گپی شاگردایش نیست، این گپی اونمو مدسسین، اونمو بیغیرتاست که علم نداره اینی طور گپا را در حق چی نوشته میکنه. بپذیریم همی گپا؟
برای استشفا، برای طلب شفا. میگه قرآن اگه با پیشابم نوشته کنی درست است. نعوذ بالله. قول مفتابه است. شما یک دفعه مسائل جمع کنی، این علمای ما یک کمی به از انصاف کار بگیره، کمی متوجه شوه که دین چی را میگه، کلی چیزا را کی جمع کرده. ها؟ در مورد زنا، در مورد حد، در مورد قتل کافر، مسائلی هست که یقین بالله بکو براتون بگم گریز میکنی. گریز چی میگه؟ کلی شب نام مسئله مذهب سری خود بپذیرم، اگر امیر نپذیرفتم من از دین خارج هستم. این کدام دین است؟ کسی همین عقیده را داشته باشه چی طور حکم داره؟ این کدام دین است؟ یک کمی الله بصیرت برای ما داده، عقل داده، هوش داده، امکانات داده، دلایل موجود است. ما خود کسی طور نکده ریسپانه در گردن ما بسته کده خلاص خود خلاص نمیتونیم روان هستیم پشتی کسی. یک کمی بفهمیم ببینیم که چطور گپ است. مشرک مثالش همی طور است، دستایش بسته هیچ چیزی هم نمیتونه. چرا؟ او تایبند است، تایبند چور خورده نمیتونه. پیر صاحب اگر برش اجازه داد که در فلان جای برو میره که نداد خلاص دیگه. اگر اجازه داد دختری تتوی میکنه که نداد خلاص. برش گفت بخو در می کابلیتان تعالی رمیالی موجود است. دسترخوان وار شده، دست ششته شده، طعام چینده شده، امر شد میگه که خورده نشو. عجیب است. کابلیتان پر است همین نظریه والا امیالی فعلا به نام 6 روز روزه هم میگیره، عقیده داره، خودشان این اقرار میکنه که الله حلول کرده در وجودش. این که سخن میگه سخن خودش نیست، این سخن الله است. الله را نعوذ بالله یک چیزی جسم معرفی کرده در وجود فلانی خان. تا یه اندازه را مردم در کفر رفته، در الحاد بیدینی رفته. این مردم ها باید این سخنا را بشنوه، شکر الله را بکشه، توبه را زود بکشه که وای تباه شدم. راست میگه. من خود تالی را یک نمازش ندیدم که نماز میخوان. خیرت است نماز آقا صاحب قطعی این دختر فروش ها نمیشه یا دخترای خدا میفروشه. برای از اگر همونطور مفت میدی دخترها را هیچ گپی نیست. مفت از دستش گرفته دختر را ببر در خانقای شیلاکو، پروا نداره. بسیار سخت است، سخت حالت سری مردم تیر شده. شما باور به الله بکنید تعالی را مردم دمی حالت ها دمی قید و بند وجود داره. برو که در گردن بچهش چند رنگ تار است. عقیدهش نمیسته که اگر همین نباشه طفل ضایع میشه. خلاص طفل و مجرد زن حامله میشه سیکو که قدیه ها برش آورده رویست. شرک چی را میگه؟ شاخو نداره. اینطور مردم ها باز جنازه سرش خونده شود، خلاف آیت قرآن کریم عقیده داره.